خوش اومدین به چنل لیتو مانستر. در اینجا داستان‌های خفن مانهوا رو براتون دوبله و گویندگی میکنیم. با لایک و کامنت از ما حمایت کنین و حتما چنل رو سابسکرایب کنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. بریم سراغ ویدیو. در چپتر جدید پروفسور هابرت که انگار داره با یه نفر صحبت میکنه میگه خیلی خوب میشد اگه میخواستی بیای قبلش بهم خبر بدی استاد. و معلوم شد که بانو دیارا استاد پروفسور هابرت و بانو در ادامه میگه طوری نیست، مگه چه عیبی داره یه معلم از دانش آموزش دیدن کنه؟ و در حالی که فنجون رو برمیداره میگه پس تو یه دانش آموز داری. یه پروفسور از ورودی کتابخونه استفاده میکنه؟ و پروفسور با نگرانی جواب میده بله اون اشتباهی کرده. و بانو دیارا گفت نه، موضوع اینه که خیلی وقت بود همچین چیز کمیاب و با ارزشی را ندیده بودم. پروفسورم میگه حق با توه، رگه های جادویی محدود شونده اون یه بیماری غیر معمول حتی تو این قاره است. و یهو بانو میگه احمقی. پروفسور تعجب میکنه و بانو دیارا ادامه میده اون بچه به مشکلش غلبه کرده. پروفسورم پرسید منظورت چیه؟ بانو هم جواب میده اون قبلا حلقه دومش رو ساخته. و پروفسور با تعجب میگه راسل حلقه دومش رو ساخته؟ و برمیگردیم به زمین ورزشگاه، جایی که راسل و فردریک در برابر هم ایستادن. و راسل یه پنجره سیستم براش باز شده که نوشته در نبرد جادویی برنده شوید، پاداش سنگ جادویی و محفظه جادویی 40 کیلوگرم. و راسل با خودش فکر میکنه محفظه جادویی، فقط ثروتمندترین جادوگر میتونه ازش استفاده کنه. ذخیره کردن سنگای جادویی میتونه مفید باشه. و یهو صدای کله طلاییمون میاد که میگه هی حشره، بدنت یخ زده؟ اگه هنوزم دلت میخواد زنده بمونی التماس کن. و راسلم در جواب میگه ها؟ التماس کنم؟ برای چی؟ و آنتون از دیدن جادوی راسل تعجب میکنه و یهو داور میگه برگردید سر جاتون، مسابقه رو شروع میکنم. و آنتون یه جادو تو دستش آماده میکنه و میگه یکی با رگ جادوی محدود شونده حلقه دوم رو داره؟ غیر ممکنه. و آنتون با یه جادو حمله میکنه به سمت راسل به اسم حلقه جادویی شعله افکن. و تا اون جادو نزدیک راسل میشه، راسل با ساخت یه سپر جادوی حریف رو منحرف میکنه. و یهو یه نفر از تماشاچی ها راسل رو تشویق میکنه و میگه خدای من باورم نمیشه، اون سپر رو نازک کرد و از شیب اون استفاده کرد برای اینکه از خودش در برابر موج گرما محافظت کنه. و یهو این پروفسور پارتی بازه که پرش ریخته میگه راسل ریموند اون قبلا مهارتاشو مخفی کرده بود. و فردریک که باورش نمیشد چی شده میگفت ای بابا داری تحملش میکنی؟ و یهو انگار جادوش ضعیف میشه و میگه لعنت بهش قدرت آتیشم. و راسل هم که دقیقا منتظر همین لحظه بود میگه حالا، و جادوی قدرتمندی تو دست چپش آماده میکنه به اسم حلقه جادویی تیر آتشین. و مثل یه موشک شلیکش میکنه به سمت فردریک و همینطور که جلو میرفت جادوی اونو از وسط نصف میکرد. و آنتون که مجبور میشه بره تو لاک دفاعی با خودش میگه تیر آتشین، اون واقعا به حلقه دوم رسیده، یه حشره. و آنتون که پشت سپرش قایم شده یهو برگاش میریزه و میگه چی؟ این منطقی نیست، اون تیر دومش هم ساخته. و راسل شروع میکنه به شلیک رگباری تیرهای آتشین و پروفسور میگه این ساختن دوتایی؟ کنارش میگه مطمئن نیستم، فکر نمی کنم این ساختن دوتایی باشه، بیشتر از این چیزاست، اونقدر سرعت ساختش بالاست که اینطور به نظر میرسه. و توی میدون فردریک با خودش میگه ساختن تیرهای آتشین تنها چیزیه که بلدی؟ پس یه راهی هست، یه سپر ویژه در برابر آتش. و سپری میسازه به اسم حلقه دوم، حفاظت در برابر آتش. و راسلم که از اول نقشش همین بوده میگه منتظر همین بودم. و آنتون که از هیچی خبر نداره با اعتماد به نفس میگه اگه منتظر بمونم که جادوش تموم بشه
و بعد مبارزه کنم پیروزی مال منه. و راسل یهو توی حرکت پشم ریزون خفن میگه خونسا شدن و کل جادوش رو متوقف میکنه و برمیگردونه و کل طلایی که خودش ریخته برگاش مونده میگه چی؟ این امکان نداره. و راسل جادوی قدرتمندی میزنه به اسم حلقه جادو پیکان باد و خیلی راحت سپر کل طلایو میشکنه و میگه چنل لیتو مانستر رو ساب کنید. لایک و کامنت هم یادت نره. و اون لباس سبزه میگه فکر کنید بهش، اون نوع سپر رو شناسایی کرد و نوع ساختش رو تغییر داد. و اون یارو پروفسور پارتی بازه که بد جور تعجب کرده میگه این واقعا همون راسله؟ و تو میدون که فردریک افتاده رو زمین تا به خودش میاد یهو راسل رو میبینه که با یه مشت ترسناک دقیقاً جلوش راسل میگه رعد و برق و یه مشت محکم میکوبه به سینه طلایی اونو میفرسته زیارت اموات. و فردریک تا میاد یه جادو بزنه و میخواد بگه آتش، راسل هیچ فرصتی نمیده و با یه مشت دیگه ازش پذیرایی میکنه. و این پروفسور متقلب که ترسیده میگه این چجور جادویه؟ سریع مبارزه رو متوقف کنید. و یهو یه نفر بهش میگه منظورت چیه که این جادو نیست؟ و انگار که پروفسور هابرته ادامه میده دقیق تر بهش نگاه کن، ببین چی بدن راسل را پوشونده. و تقلبی یه نگاهی دقیق تر میندازه و میگه اون جادوی حاله شوالیه رو استفاده میکنه. و پروفسور هابرت با خودش میگه نمیدونم چطور به دستش آورده، اما یه راهی پیدا کرده. تو یه راهی پیدا کردی مگه نه راسل؟ و در ادامه داستان راسل که زده کله طلایی و مثل سفره پهن زمین کرده بالاخره بلند میشه و یهو صدای فریاد جمعیت میاد که دیگه برگی براشون نمونده. و از همه بدتر این سیبیل متقلب که 3 سکته از ناحیه سیبیل زده و با خودش میگه این چطور ممکنه؟ و یهو پروفسور هابرت صداش میکنه داری چی کار میکنی؟ باید برنده رو اعلام کنی یا هنوز کافی نیست؟ سیبیل هم جواب میده درسته، برنده راسل ریموند. و میاد تو زمین و به راسل میگه آفرین پسر، حالا دیگه میتونی بری. راسل هم سریع جواب میده هنوز تموم نشده. سیبیل هم میگه منظورت چیه؟ و راسل که انگار یه پنجره سیستم جدید براش باز شده که گفته اگه چندین بار پشت سر هم در دوئل‌های جادویی پیروز بشه کلی سنگ جادویی و جوایز اضافی بهش میده. و راسل هم میگه طبق قوانین کلاس اگه برنده نبرد رو واگذار نکنه باید بهش اجازه بدن حریف بعدیشو صدا بزنه. و با اشاره به جمعیت بلند میگه بعدی تویی، بیا اینجا. و کمی بعد در ادامه داستان پروفسور هابرت تو اتاقش با خودش میگه 14 برد متوالی، اون قدرت فهم عالی داره، فقط با یه بار دیدنش متوجه پتانسیل جادویی راسل شد. حالا که حرفش شد راسل چطوری اینقدر سریع پیشرفت کرد؟ راسل ریموند. و اما پیش راسل بعد از مبارزه هاش کلی پنجره سیستم باز میشه و یه عالم سنگ جادویی به دست میاره و 2 پنجره دیگه هم میاد که توی یکی نوشته شما مأموریت را تکمیل کردید. قفل محفظه به عنوان جایزه باز شده است. از این به بعد پاداش ها به طور خودکار وارد محفظه می شوند. و تو اون یکی دیگه نوشته شما یک پاداش نامعلوم دریافت کردید. و راسل براش سوال میشه که اون چیه دیگه و قدرت جدیدی که به دست آورده بود که یه جور فضای جادویی بود رو باز میکنه و میگه جایزه ها داخل محفظن. و دستشو میبره داخل و یه چیزی بیرون میاره که انگار یه نقشه است و اعلان سیستم میاد که میگه به مکان مشخص شده روی نقشه بروید و مأموریت تکمیل نشده را تکمیل کنید. زمانی که به مکان نزدیک شوید چراغ راه را نشان میدهد. بعد از رسیدن به حلقه 3 مأموریت را انجام دهید. راسل هم با خودش میگه بعد از این که به حلقه 3 رسیدم مأموریت رو انجام بدم. حلقه 3 قبل از برگشتنم به گذشته بارها و بارها تلاش کردم ولی هیچ وقت به اون ساعت نرسیدم. یعنی این دفعه میتونم؟ و این مکان کجا هست؟ نمیتونم از روی نقشه بگم. و میره به کتابخونه و با خودش میگه اگه از اطلاعات کتابخونه پروفسور استفاده کنم ممکنه بتونم یه سرنخی پیدا کنم. اول قلمروهای بیرونی سلطنت اندمیونه، بعدی سلطنت دریاست و بعد چند تا کتاب که هنوز مکان رو پیدا نکرده بازم ادامه میده
دیگه باید همینجا باشه. گزارش‌های دریای بیرونی. و ساعتها بین چندین و چند کتاب میگرده و بعد کلی کتاب که کوهی شده روی میزش با خودش میگه نه تو هیچ کدوم از این کتابا نیست. و از کتابخونه میاد بیرون و با خودش میگه لعنتی، من کلی از وقتمو برای پیدا کردن مکان روی نقشه تلف کردم. به جاش اول روی رسیدن به حلقه سوم تمرکز میکنم. و یهو بقیه همکلاسیاشو میبینه که دارن ازش دوری میکنن و پشت سرش حرف میزنن و خیلی ناراحت با خودش میگه تونستم از قلدریاشون فرار کنم اما هنوزم تنها. ولی یهو پروفسور هابت صداش میکنه و دستشو میذاره رو شونه راسل و میگه راسل چند لحظه میای به ملاقاتم؟ راسل هم با خوشحالی جواب میده بله حتما. و کمی بعد در ادامه داستان پروفسور میگه تقریبا دیگه تعطیلات تابستونیه، برنامه‌ای داری براش؟ و یه فنجون نمیدونم چی شما بگین چی، اگه گفتی چند بار گفتم چی به راسل میده و راسل میگه هنوز برنامه‌ای ندارم. پروفسورم میگه پس تو یه پروژه تحقیقاتی کمکم میکنی؟ راسل هم تعجب میکنه و پروفسورم ادامه میده بسته به این که چطور کار میکنی میتونی اسم تو درست کنار من به عنوان نویسنده بزنی. راسل هم یه نگاهی به کتاب رو میز میندازه و یهو جا میخوره و پروفسور میگه راسل به چی فکر میکنی؟ راسل هم جواب میده من متاسفم پروفسور، در واقع برای تابستونم یه برنامه هایی دارم. پروفسور هم براش سوال میشه که همین الان گفتی برنامه ای نداری؟ و راسل کتاب دستش رو نشون میده و میگه میخوام برم اینجا. و پروفسور یه نگاهی به کتاب میندازه و میگفت یه سفر به مالدیو. و در ادامه داستان راسل راهی سفری با کالسکه میشه و در حالی که در کنار پنجره کالسکه از هوای آزاد لذت میبره یهو برمیگرده و میگه مسافت زیادیه پس باید یه چیزی بخورم. و انگار بالاخره میخواد تو این داستان یه چیزی بخوره ولی بازم یه دونه سنگ میندازه بالا و میگه این یه کمی معده‌مو پر میکنه. و چند لحظه بعد کالسکیچی با خودش میگه وای خدای من درسته تابستونه ولی زیادی دیگه گرمه، چقدر عجیب. و انگار اینم زیر سر راسله که داره انرژی جادویی سنگ رو جذب میکنه و باعث این گرما شده و با خودش میگه قبل از رسیدن به مالدیو به حلقه سوم میرسم. و برمیگردیم پیش پروفسور که داره به یه چیزی فکر میکنه و میگه چقدر عجیب، اونم داره به مالدیو میره. خب فکر کنم که میتونه چیز خوبی باشه، اون الان باید تو مالدیو باشه. و در ادامه که انگار این همون بانو دیاراست که استاد پروفسور هابرت و الان لب ساحل و میگه اینجا زادگاه منه اما همیشه زیباست. و این مکان زیبا که میبینید اسمش هست دریای مالدیو اند میون. و بانو در حالی که نوشیدنی برداشته میگه چند وقت از آخرین تعطیلاتی که داشتم میگذره حفاظت از امپراتوری و ارائه دادن تحقیقات جادویی و حتی توسعه دادن دانش آموزام. و میریم به یکی از خاطرات بانو که برای دانش آموزا سخنرانی میکنه و میگه 3، 6 و 9 این 3 تا عدد توی جادوها معنای خاصی دارن. به عنوان کسی که مسیری برای دستیابی به جادوی حلقه رو طی میکنه 9 پایان رو نشون میده. 6 نشون دهنده تکمیل حلقه ششمه و این که چه سختیایی رو در راه تبدیل شدن به یه جادوگر بزرگ متحمل میشن. و عدد 3 حلقه سوم نشون دهنده شروع تنهایی یه آدم به عنوان یه جادوگره. و لیوان نوشیدنیش رو میذاره کنار و ادامه میده تنهایی نمیدونم اون بچه میتونه خوب انجامش بده. راسل ریموند. و میریم پیش کالسکه راسل که کالسکه چی میگه؟ به مقصد رسیدیم. و میره جلو در رو با خودش میگه چرا پیاده نمیشه؟ و صدا میزنه آقا الان دیگه میتونید پیاده بشین. و در رو باز میکنه و با ترس میگه آقا. و اما در ادامه داستان راسل بعد سفرش نشسته و کلی غذا میندازه تو خندق بلا و با خودش میگه من قدرت زیادی استفاده کردم تا بتونم جادوی از کنترل خارج شده رو آروم کنم. و انگار که تو کالسکه از حال رفته بوده و راننده بدبخت برای همین کلی ترسیده و ادامه میده اما بالاخره به دستش آوردم.
یه حلقه سوم. و انگار که بازم قوی تر شده میگه بهش که فکر میکنم بعد از برگشتنم از گذشته توی چند ماه سریع به محدودیت هم غلبه کردم، اما نمیتونم فقط به همین راضی باشم، باید فراتر از اینا برم. و در ادامه میره توی شهر رو با نگاه کردن به نقشه مأموریت میگه به هر حال من باید اون مکان مشخص شده روی نقشه رو پیدا کنم، اما این اولین سفرمه. و یهو صدای یه نفر میاد که داشت میگفت تور آتشفشان پومپلو با بهترین راهنما برین، تخفیف ویژه فقط برای امروز. و در ادامه راسل که همراه اون تور رفته میرن به یه جای جنگلی که یه کوه بزرگ آتشفشان هم داره و راهنما توضیح میده طبق افسانه ها پومپلو در اصل کوه به هم پیوسته است که تبدیل به آتشفشان شده، چون که یه موجود خاص اینجا شروع به زندگی کرد. و راسل هم با خودش میگه فقط با اینجا موندن طبیعت رو تغییر داد، فقط یه موجود مثل اون تو این دنیا وجود داره و اون یه اژدهای سرخه. و در ادامه اون راهنما که داره ادا اطفار اژدها از خودش در میاره، راسل با خودش میگه خوبه که از اینجا به بعد رو تنهایی برم. و در حالی که اون راهنما داره میگه دوباره حرکت رو شروع میکنیم و این دفعه راسل با سرعت خیلی زیادی از روی صخره میپره پایین و راهنما میگفت ها اون یه نفر کجا رفت؟ و اما راسل که پاهاش تو آب و انگار نزدیک یه آبشار رفته با خودش میگه دلیل برگشتنم، پیشرفتم تو مأموریت و گرفتن پاداشها، همه این چیزا میتونن به یه اژدها مربوط باشن. و یهو اون نقشه دستش که از سیستم اومده بود بیرون تیکه های نوری ازش میزنه بیرون و اون نورها دور هم جمع میشن و یه توپ نوری طلایی رو درست میکنن و اون توپ با سرعت میره به سمت آبشار. راسل با خودش میگه منظورش از این که نور راهنمایی میکنه این بود و اون نور با سرعت میره داخل آبشار. راسل هم میگفت ها پس پشت اون آبشاره. و سریع یه جادوی قوی میزنه به سمت آبشار به اسم تیر بادی و با اون حمله آبشار رو برای یه لحظه سوراخ میکنه و با سرعت میره داخل و میگه فکرشو بکن اینجا یه غار آتش فشانی وجود داره، جای تعجبی نیست که مردم چیزی ازش نمیدونن. سیستم گفت وقتی به حلقه سوم برسم بیام اینجا، اما من هیچ هیولا یا جونوری نمیبینم. و یه جا وای میسته و یه ستون که دورش گیاه پیچیده رو میبینه و میگه یه ستون این چقدر قدمت داره. و یه نور توجهش رو به سمت دیگه جلب میکنه و انگار همون توپ نوری بود که یه در عجیب رو نشون میداد و راسل میگه داشتم فکر میکردم کجا رفتی، پس اونجا بودی. و قدم زنان تو اون غاری که صدای پای خودش فقط میومد به سمت نور میرو یهو خشکش میزنه. من روزایی که مزدور بودم رو فراموش کردم، گاردم رو پایین آوردم تو موقعیتی که هیچ هیولا یا صدای جونوری نیست. معنیش اینه که وارد قلمروی شکارچی قوی شدی. و یهو با سرعت یه هیولای ترسناک با چشمانی براق دقیقاً جلوی راسل میاد و راسل میگه این اژدهای کومودو. و اون اژدها فریادی ترسناک میزنه و با دمش حمله‌ای قدرتمند به راسل میکنه که ستون رو خرد میکنه. و به قول شاعر که میگه این داستان ادامه دارد.